اگه زندگیم یک کتاب بود اسم فصل الانش صبر، چون این روزا بیشتر از هر چیز یاد گرفتم عجله نکنم، به جای جنگیدن با شرایط کمی مکث کنم، اجازه بدم زمان کار خودش رو بکنه. صبر برای من یعنی پذیرفتن این که همه چیز یک باره درست نمیشه، اما هر قدم کوچیک میتونه مسیر رو تغییر بده. یعنی به جای فشار آوردن به خودم یا دیگران یاد بگیرم آرام پیش برم و به نتیجه اعتماد کنم. این فصل شاید پر از انتظار باشه، اما در دل همین انتظارها آرامشی شکل میگیره که قبلا نمیشناختمش، اصلا قبلا بلدش نبودم. وقتی به چند سال پیش نگاه میکنم میبینم چقدر تغییر کردم. امروز صبورتر، آرامتر و رشدیافته‌تر از گذشته‌ام. بگو ببینم اگه زندگی تو هم یه فصل بود اسم فصل الانش چیه؟